امروز با شما در موضوع سیستمای معادله ها و نابرابری های نشان دهندگی درس میگذاریم. سیستمای معادله های نشان دهندگی و معادله های نشان دهندگی را با طرز های گوناگون حل کردن ممکن است. در اول ما سیستم را میبینیم که با رقم 1 اشاره کرده شده است. طوری میبینید یکی از معادله های این سیستم معادله خطی بوده، دیگرش معادله نشان دهندگی می باشد. برای حل کردن این سیستم ما از معادله یکم یکی از تقریبانده ها رو یعنی x رو با واسطه تقریبانده y اشاره میکنیم. می نویسیم x برابر است و مینوس 2y مینوس 1. اشاره کرده ما این گزارش نام دارد. قیمت x رو که برابر است با مینوس 2y مینوس 1 با معادله دیوم سیستم گذاشته حاصل میکنیم 4 در نشان دهنده مینوس 2y مینوس 1 جمع y کوادرات برابر 16 رو ما نوشته میتونیم 4 در کوادرات. یعنی ما معادله نشان دهندگی تیپ اول رو حاصل کردیم. برای حل کردن اون اساسهای اونها برابرن، نشان دهنده ها رو برابر میکنیم. حاصل می شود y کوادرات طرح 2y طرح 1 برابر 2 یا از اینجا y کوادرات مینوس 2y مینوس 3 برابر 0 رو حاصل میکنیم. اگر ما دیسکریمنت این معادله رو حل کنیم 4 جمعی 4 کرده 3 12 برابر این 16 میشد. 16 این 4 در کوادرات است. بنابراین قیمت یکمی ما حاصل می شود، ریشه یکمی معادله کوادراتی حاصل کرده می شود 4 مینوس خب 4 در کوادرات برابر است با مینوس 1 x دویم برابر می شود 2 جمع 4 6 با 2 تقسیم کنیم 3. همینطور ما قیمت های x رو یافتیم x1 x2 رو یافتیم. برای یافتن قیمت های y یعنی y1 y2 رو یافتیم. برای یافتن قیمت های x ما از گزارشی کردهمان استفاده میبریم. x1 برابر است با مینوس 2y1 طرح 1. قیمت y1 رو میگذاریم میشود مینوس 2 ضرب مینوس 1 طرح 1. این برابر میشود با 2 مینوس 2 مینوس 1 ضرب میشن 2 تو طرح 1 1 میشود. قیمت x2 برابر میشود مینوس 2 y2 طرح 1. اکنون با جای y2 قیمت یافت شده 3 رو میگذاریم میشود مینوس 2 ضرب 3 طرح 1. این برابر میشود مینوس 7. همینطور در وقتی که جواب رو ما می نویسیم در قوس اول قیمت x1 رو می نویسیم، بعد در پهلوش قیمت y1 رو می نویسیم مینوس 1 و حل دوم اول قیمت x2 رو می نویسیم مینوس 7 بعد قیمت y2 رو می نویسیم 3. همینطور معادله نشان دهندگی ما دارای دو ریشه بوده است. با حل معادله دیوم میگذاریم. حل معادله دیوم اندکی مشکل تر است. برای نشان دادن آن ما اشاره ها رو داخل میکنیم. یعنی 2 در نشان دهنده x رو به صفت او قبول میکنیم، 3 در نشان دهنده y رو به صفت v. همینطور ما از تقریبانده x y با تقریبانده های نوی او و v میگذاریم. در نتیجه من با جای اگر 3 نشان دهندهش y ما v یگذاریم حاصل میشد 3v مینوس 2 نشان دهندهش x رو ما با او اشاره کردیم او برابر 5 و برابر دیوم باشد 4 در نشان دهنده x است. از بس که 4 در نشان دهنده x این برابر است 2 در نشان دهنده x در درجه در نشان دهنده 2. بنابراین میشد او کوادرات مینوس 6 ضرب v جمع 2 برابر 0. و اومدیم به حل معادله در مثال یکم آورده.
از اینجا قیمت او را به واسطه و ifade میکنیم. او برابر میشد 3و مینوس 5. از برابری 1 میافتیم. قیمت یافت شده و رو گشته به جایش در برابری 2 میگذاریم. از بس که او برابر است 3و مینوس 5 وقتی که به جایش میگذاریم میشود 3و مینوس 5 در کوادرات مینوس 6 و جمع 2 برابر 0. از فرم ضرب مختصر استفاده برده قوس رو میکشویم. یعنی میشود 9 و کوادرات مینوس 2 چندی 3 میشود 6 کره 5 میشود 30 اگر ما با 6 همراه کنیم 36 و میشود جمعی 5 در کوادرات 25 است. اگر 2 رو جمع کنیم 27 میشود برابر 0. و میتونیم هر سه جمع شونده مدل رو با 9 تقسیم کنیم. در نتیجه حاصل میشود و کوادرات مینوس 4 و جمع 3 برابر 0. ما اومدیم با مدل کوادراتی نسبت به و. وقتی که اون رو حل میکنیم ما قیمت و 1 و قیمت و 2 برابر 3 رو حاصل میکنیم. پس قیمت و 1 و و 2 رو با برابری اشاره کردم، یعنی با گزارش کردم گذاشته قیمت های او رو میوبیم. من او 1 برابر میشود 3 و 1. وقتی که او 1 میگیریم اینجا و 1 میمونیم. و 1 برابر است با 3 ضربی با جای و 1 قیمت 1 رو میگذاریم. تابع 5 3 کرده 1 3 از 3 5 گیریم مینوس 2 میبرد. اوی 2 برابر میشود با از همینجا اگر 2 مونیم اینجا هم 2 موندن در کار. پس میشود اوی 2 برابر 3 و 2 مینوس 5. با جای و 2 اگر قیمت 3 رو آورده بگذاریم آنگاه میشود 3 ضرب 3 طرح 5 برابر است با 4. همینطور ما قیمت های او و رو یافتیم. اکنون میگردیم با قیمت های اولا. نه 2 نشان دهندش x از ما برابر او است. وقتی که 2x نشان دهندش x برابر مینوس 2 رو میگذاریم از بس که درجه هیچ وقت قیمت منفی قبول نمیکند در این مورد سیستم حل ندارد. کفایت است که یکی از مدل‌های سیستم حل نداشته باشد. بنابراین از اینجا خلاصه بردن ممکن است که سیستم حل ندارد. در مورد 2 من می نویسیم 2 نشان دهندش x برابر 4 قیمت یافتگیمون می نویسیم. من قیمت 4 رو میگذاریم. ولی 4 رو ما نوشته میتونیم 2 در نشان دهنده 2. بنابراین x برابر میشود بر 2. قیمت 3 نشان دهندش y برابر 3 رو میگذاریم. 3 نشان دهندش 1 است. بنابراین از اینجا y برابر 1 حاصل میشود. همینطور سیستم حل یگانه داشته است که x اش 2 y اش 1 بوده است. میگذاریم با حل سیستم های دیگر که تماما با طرز دیگر حل کردن می شود. یعنی ما نمونه سیستم ها رو نشان داده استادیم که شما طرزهای حل گوناگون آنها رو یافته توانید. مثال داده شده است 2 نشان دهندش x ضرب 9 نشان دهندش y برابر 162 3 نشان دهندش x ضرب 4 نشان دهندش y برابر 48. ما میتونیم هر دو مدل سیستم رو با دیگر ضرب بزنیم. من در اینجا در طرف چپ برابری ضربی همین 2 نشان دهندش x 9 نشان دهندش y 3 نشان دهندش x و 4 نشان دهندش y برابر می شود 162 ضرب 48. از اینجا اگر ما 2 با 3 از بس که نشان دهنده هاشون داخل است ضرب بزنیم می شود 6 نشان دهندش x 9 نشان دهندش y و y می شود 9 نشان دهندش 2y برابر 3 نشان دهندش 4 این 3 نشان دهندش 4 این 81 ضرب 2 است. یعنی 81 این 3 نشان دهندش 4 است ضرب 2 نوشتیم 48 رو نوشتیم 6 ضرب 8 2 درجه 3 8 رو میدهد. و از اینجا اگر 9 با درست‌تر نویسیم اگر 4 نشان دهندش y میشود 6 نشان دهندش x ضرب 4 کره 9 36 نشان دهندش y برابر 3 نشان دهندش از حساب 6 این 2 ضرب 3 است 1 3 با این 3 ضرب میشه 3 نشان دهندش 5 میشه. اگر که 2 رو ضرب زنیم با 2 که از 6 حاصل میشود این میشود 2 درجهش 2 ضرب 2 درجهش 3 میشود 2 درجهش 5.
بنابراین نوشته میتونیم در واقع اساسهای اخیلا میشن این 6 در کوادرات است. برای این میشه 6 در نشون دهنده x جمع 2y برابر 6 نشون دهندهش 5. از بس که اساسهای درجه ها برابرند پس نشون دهنده ها باید برابر شوند. x جمع 2y برابر 5 می شود. از اینجا ما x رو با واسطه y اگر اشاره کنیم x برابر می شود 5 طرح 2y. قیمت یافت شده 5 مینوس 2y رو به جای x در معادله دومی سیستم میگذاریم. من 3 به جای x قیمت رو گذاشتیم ضرب 4 نشون دهندهش y برابر 48. اگر ما این ifade رو ساده به شکل دیگر نویسیم میشه 4 نشون دهندهش y 3 در درجه 2 منفی است بنابراین به مخرج میفرد 4 در نشون دهنده y میشود برابر میشود 48 تقسیم 3 در نشون دهنده 5. 3 در نشون دهنده 5 به مخرج 48 گذراندیم. از اینجا مختصرتر کرده میتونیم در اساس خاصیت چهارمی درجه ها که ما پیشتر بیان کرده بودیم نوشته میتونیم 4 تقسیم 9 در نشون دهنده y برابر است 4 تقسیم 9 در کوادرات. اساسا 4 تقسیم 9 از یک خورد است برابر کردن نشون دهنده درجه ها را برابر میسازیم بنابراین y برابر 2 میشود و همین قیمت y برابر 2 را در گزارش کرده امان آوردن میگذاریم قیمت x رو میابیم x برابر 5 طرح 2y 5 طرحی اکنون به جای y قیمت یافت شده y رو میگذاریم مینوس 2 ضرب 2 از 5 اگر ما 4 را گیریم 5 طرح 4 برابر 1 میشود. همینطور سیستم 3 حل یگانه x برابر 1 قیمت y برابر 2 رو صاحب بوده است. سیستم نابرابری 4 مثال نابرابری های نشون دهندگی می باشد. نابرابری یکمی آن 3 در نشون دهندهش x مینوس 1 خود برابر ریشه از 3 است. برای معادله دوم این معادله نشون دهندگی است. برای حل کردن همین سیستم آمیخته گویم اگر میشد ما از سیستم نابرابری یکم ما قیمت x رو معین میکنیم. 3 در نشون دهندهش x مینوس 1 خود برابر است در شکل درجه‌گی نویسیم اگر 3 در نشون دهنده 1 تقسیم 2 از بس که اساسا برابرند پس معلوم میشود که x باید خورد برابر 1 از 5 باشد. یعنی برای x ما برای حل‌های x ما محدودیت حاصل کردیم. همین رو با اعتبار میگیریم وقتی حل کردن معادله دومی سیستم. انا معادله دومی سیستم را من نوشتم از بس که اساسهای این معادله برابرند پس ما نشون دهنده های اون رو برابر میکنیم. اگر نامعلوم ها رو به یک طرف برابری گذرانیم آنگاه حاصل میشد معادله کوادراتی x کوادرات مینوس x طرح 6 برابر 9. دیسکریمینانت این معادله برابر است 1 جمع 4 ضرب 6 میشود برابر 4 ضرب 6 24 میشود 1 رو جمع کنیم 25 یعنی کوادرات 5 رو حاصل کردیم. از این رو حل یکمی اون این برابر می شود 1 طرح 5 تقسیم 2 از 1 5 رو گیره می شود مینوس 4 تقسیم 2 مینوس 2 حاصل می شود. از قیمت دیوم حل دیومی معادله کوادراتی x 2 برابر می شود 1 جمع 5 6 بر 2 تقسیم می کنیم 3 حاصل می شود. ولی ما اکنون شرطی گذاشته خودمون رو با اعتبار می گیریم. از بس که 3 از 1 از 5 زیاد است پس قیمت 3 حل سیستم شده نمیتواند بنابراین می شود حل یگانه سیستم مینوس 2 خورد است 1 از 5 ماس عدد مینوس 2 هم نابرابری یکم سیستم هم معادله دومی سیستم را قانع می سازد بنابراین میگویم که سیستم حل یگانه دارد. میگذاریم با سیستم نمود دیگر یعنی الحال ما سیستم های ترتیب 2 را آموختیم یعنی 2 معادله و 2 نامعلوم بود. اکنون سیستم را می‌آموزیم که 3 معادله یا که نابرابری دارد و 2 نامعلوم دارد. من مثال این گونه مثال نابرابری های نشان دهندگی در مثال 5 آورده شده است. برای حل کردن اول ما 2 معادله اول سیستم رو جدا کرده حل میکنیم.
من اینجا نوشتم 3 در نشون دهنده x y برابر 3 در نشون دهنده 10 4 نشون دهنده x برابر است با 4 نشون دهنده 7 مینوس y. از بس که در برابری یکم اساس‌ها برابرند در برابری دیوم نیز اساس‌ها یخیلند پس ما اساس‌ها رو پرتافته سیستمای x y برابر 10 و x برابر 7 مینوس y رو حاصل کردیم. اکنون سیستم یکم مدل یکم این سیستم رو ما به تغییر گذاشته y رو به طرف x میگذارونیم بنابراین حاصل میشه x جمع y برابر 7. اگر ما حل‌های بتون این سیستم رو جستجو کردنی باشیم یکی از حل‌هایی که ما میخوایم یابیم در اساس تئورم چپا نسبت به تئورم ویتا حاصل کرده میشه. از تئورم چپا ویت حل این سیستم رو چنین حاصل میکنیم. میتونیم به جای x 2 مونیم به جای y 5 در اینجا 2 ضرب 5 10 می شود 2 جمع 5 7 می شود. میتونیم برعکس به جای x 5 مونیم به جای y 2 5 ضرب 2 هم 10 می شود 5 جمع 2 هم 7 می شود. و وقتی که ما این سیستم را حاصل کردیم دو جفتی حل ها حاصل شد اکنون ما باید برگردیم به مدل سیمی سیستم که کدام از اینها مدل سیمی سیستم را قناعت میکند. و اگر ما بنابر زیر اهمیت دیم با جای x اگر 5 گذاریم با جای y 2 گذاریم نابرابری نو درست حاصل می شود. ولی اگر با جای x عدد 2 را گذاریم تو درجهش 2 4 می شود 2 در درجه 5 32 می شود 4 خورده است از 32. بنابراین این شرط رو به نظر گرفتم یکی از حل‌های سیستم داده شده را حاصل میکنیم که این x اش برابر 2 بوده است y اش برابر 5 یعنی 2 5. خوانندگان عزیز برای مستحکم کردن دانش شما یک چند مثال مسئله سفارش برای کارهای مستقلانه پیشنهاد میکنیم. آنها در تخته آورده شدند گروه یکم را سیستم های مدل های نشان دهنده دار تشکیل دادند که آنها را با طرز های گوناگون حل کردن ممکن است. شما از این مثال ها طوری که ما پیشتر در درس نشان دادیم میتونید استفاده برده طرز های آموزانیده ما را شما تکرار کنید. سیستم های گروه دیوم را نابرابری ها تشکیل میدهند. یک چند تا نابرابری سیستم نابرابری ها داده شده است و در آخر سیستم نابرابری داده شده است که از 3 سطر عبارت است. در سطر های یکم و دوم معادله ها داده شده باشند در سطح آخر نابرابری داده شده است و نهایت در آخر معادله های نشان دهندگی داده شدند که در جای نشان دهنده آنها قیمت مطلق آمده است. شما برای آنکه مثال های این سطح آخرون را حل کرده تانید یک بار قیمت مطلق را مثبت میگیرید یک بار منفی و با همین شما آنها را حل کرده میتوانید. با همین درس امروزه ما با پایان میرسد. با شما برای کار تنی صحت آرزو مندیم. خیر تا درس من بعد.